چرا تو رابطه بعضی از حرفا تبدیل به دعوا میشه. تحقیقات دانشگاه MIT نشون میده که وقتی یکی درد و دل میکنه عموماً در مردها بخش حل مسئله مغزه که زودتر فعال میشه، ولی در خانومها اول بخش احساس و پردازش هیجانیه که روشن میشه. برای همین مثلا خانم میگه امروز سر کار خیلی ناراحت شدم، همسرش فوری جواب میده خب این کارو بکن و خانم حس میکنه که شنیده نشده. یا برعکسش مرد از مشکلش میگه و همسرش میگه میفهمم خیلی سخت بوده و مرد فکر میکنه هیچ جوابی نگرفته. پس مشکلی نیست که یکی بی‌توجهه و یکی حساس. موضوع اینه که سیستم حل مسئله‌مون متفاوته. یکی از همدلی شروع میکنه و یکی از اقدام. وقتی این تفاوت رو بفهمیم رابطمون آرومتر میشه.